بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بیگمان کسانی که از نشانه های خداوند انکار می کنند پیامبران را به ناحق می کشند و کسانی را نیز می کشند که مردم را به عدالت امر می کنند، ایشان را به عذاب دردناک بشارت دهید. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ایشان کسانی اند که اعمالشان در دنیا و آخرت ضایع گردیده است و برای ایشان مددگاری نیست. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. آیا تو به سوی کسانی ندیدی که به ایشان حصه از کتاب داده شده است، در حالی که به سوی کتاب خدا دعوت می شوند تا در بینشان حکم کند، بعد از آن گروهی از ایشان از حکمیت روی برمی گردانند در حالی که از حق اعراض کننده اند. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. این سبب است که گفتند هرگز ما را آتش به غیر از چند روز محدود لمس نمی کند. ایشان را افتراهایشان در برابر دینشان فریب داده است. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس حال ایشان چی خواهد بود که در روزی آنها را جمع کنیم که در آن شکی نیست و به هر کس چیزی که کسب کرده است تماما پرداخته شود و به ایشان ستم نمی شود.